فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. دوستی پرسیدن که اسم نماز نظر شرعی، کسی دیگه پرسیدن که اسم ردوانی طوری که نوشتن یا دقیقا نمیدونم، و خانم پرسیدن که نام فرشته است، میگن اسم فرشته جایز نیست. چه اسامی از دیدگاه شرع جایزه و چه اسامی اشکال نداره در این رابطه اگر کلا مطلق؟ و همچنین دوست پرسیدن که اسم من در رابطه با معانی اسم خودمون که مجیب و مهدی هست میخوام بدونیم کلا در رابطه با اسامی. اسم از نظر شرعی در واقع عنوان و آدرس هر شخص هست که با اون شناخته میشه، هم در دنیا و هم در آخرت. به این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیه کردن که اسمهای نیکی رو برای فرزندانتون انتخاب بکنید و من جمله فرزندان نیک نامهای نیکی که به اصطلاح ذکر شده و نامهای زیبایی که ذکر شده در شریعت اسلامی و رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده عبدالله و عبدالرحمن هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم تاکید کرده که اینا بهترین نامهایی هست که وجود داره و همچنین نامهایی که معنیشون درست باشه. انسان قبل از این که نامی رو انتخاب میکند باید نگاه بکند که معنی این نام چی هست. خدا نکرده که در وقتی که نام بچهش را به این نام به اصطلاح نامگذاری میکند این گونه نباشد که این یک عاری باشد، ننگی باشد برای فرزندش، معنیش معنی زیبایی نباشد یا اصلا فحشی باشد، کلمه زننده‌ای باشد که تا آخر عمر این بنده خدا فرزندتون این عذاب را داشته باشه و مورد تمسخر مردم قرار بگیره. و هر نامی که از نظر شرعی یعنی نام بدی نباشه، معنی بدی رو نداشته باشه، جایز هست انسان ترجمهش یعنی ترجمه اون نام رو و معنیش رو نگاه بکند. اگر معنی زیبایی هست، متداول هست در میان به اصطلاح عرف و جامعه، میتونه اون نام رو انتخاب بکنه. منتها نامی نباشه که مشابهت با کفار باشه، مشابهت با غیر مسلمانان باشه، یک به اصطلاح داعیه و یک معنی غیر اسلامی رو به اصطلاح تجدید بکنه و در ذهن ایجاد بکنه. اگر معنی زیبایی داشته باشه هیچ گونه اشکالی رو نداره. یا معنی که مثلا یا اسامی که مثلا اسمش معنی شرکی میده، مثل عبدالفلانی میذارن. این که بله اینا مثلا در بلوچی هم داریم بسیار از اینها، مانند غلام رسول یا چیزهای دیگری یا عبدالحسن، عبدالحسین، عبدالنبی، اینا جزء مواردی هست که به اصطلاح بوی شرک رو میده و نامهای ممنوع هست. اما نامی که به عنوان فرشته گذاشتن، خود این کلمه فرشته چون که کلمه فرشته با عنوان یک عالم دیگر حساب میشه، این نمیتونه ممنوعیتی باشه برای اینکه این نام مناسبی نیست. نه، این نام مناسبی هست، هیچ اشکالی رو نداره. اما مجیب به معنی اجابت کننده، کسی که دعایی رو قبول میکنه، صدایی رو قبول میکنه، و مهدی هم که کسی که هدایت شده و راه یافته است و نامهای زیبایی هستند.